وقتی که وارد این سیستم میشین، یعنی بزنس خودتون رو شروع میکنین، شما با یک دوره ترینینگ آموزشی روبرو هستین که این دوره آموزشی رو شما میتونین بر اساس وقتی که دارین خودتون پیش ببرین. هیچ اجبار و هیچ ددلاینی براتون وجود نداره. بعضی ها 1 ماه تموم میکنن، بعضی ها 3 ماه و هر چقدر که لازمشون باشه. همزمان با انجام ترینینگ هاتون شما یاد میگیرین که روی پلتفرم های سوشال میدیا چطوری ادورتایزینگ یعنی کمپین های تبلیغاتی راه اندازی کنین و از این طریق شما به مخاطبینتون در سرتاسر دنیا دسترسی دارین. بزنس آنلاین دیگه مجبور نیستین که فقط تو محدوده‌ای که کار میکنین مشتری داشته باشین. مشتریای شما در همه جای دنیا هستن. فقط کافیه که شما یاد بگیرین چطوری اونها رو شناسایی بکنین و به قول اینجایی‌ها تارگتشون بکنین.